شرمنده اشتباه شد. این ادامه اون ویدیوه. خیلی خوب. بریم ببینیم از فروشگاه میتونیم چه چیزی بگیریم. بریم چیز خوب بکنیم. من فردا با اون اکانتم میام باشم. چند جایی برسیم به اون نوکیا دوست فیاز زبانو کنیم. واقعا اون نوکیا فیازه به خود استفاده زیادی من با اجازه صدای روبلاک صحبت کنم. آره خیلی ازش استفاده میشه. بیش از حد ازش استفاده میشه. داداش سلام سیبیلو. آقا سیبیلو مهربون. آقا سیبیلو مهربون یادش بخیر. چقدر باش رفتیم. یا ابوالفضل نمیزنه. بسم الله. یا امام هزار تا ارور. امام ارور بنده. $119. خداحافظ. کارمونم ما اینجا داری کم کم تمام میشه. اینو بده به من. داچه گله. اینم بده به من. این یکی هم بده ما بریم کمریم. بسه دو تا چیز دیگه هم بخرم. این از این. وسیله‌مون رفت بالا مدلشون. یا موز هم نداریم. موز آب موز میگیم. موز بی موز. من برسم به 10,000 تا سابسکرایبر ویدیو رو براتون قطع میکنم. فردا براتون ویدیو میذارم. حالا فعلا تا برسیم بهش. سریع برسونم. نظرم عوض شد. رسوندمش به 6,000 تا ویدیو رو تموم میکنم. حالا فردا براتون با اون اکانتی که خیلی میگفتم ازش با میاد. ای بابا چرا دیگه نمیاد. باگ خورد. بذار ببینیم رو بیاره. ببینیم من میرسونمش به 4,000 تا ویدیو رو قطع میکنم. دیگه تصمیمم نهایی شد. فردا با اون اکانت میام. 1 میلیون 2 میلیونی هم توش وسیله اینو دارم. برس به 3 میلیون. جان مادرت نگی. من فردا براتون ویدیو میخوام بذارم. الان این ویدیومون چند دقیقه شد اون با ویدیومون قبلیه. خب 3,000 تایی شدیم. بله بفهمیم. فردا هم با اون اکانت هم میریم دیگه. اصلا فردا بریم عشق کنیم با اون اکانت. و یک مهمون جدیدم شاید بیاد درامون. با یه مهمون جدید اسمش هست تیتاب طلایی. فردا باید نمیخوای بیای روبلاکس. خیلی خوب دیگه. فردا پس با یه مهمون جدید که لیولش هم 0 البته تو روبلاکس متاسفانه خودشو میرسونه دیگه. یه جوری بریم میایم روبلاکس با تیتاب دیگه. اسم واقعیش هم که خیلی دوست ندارم بگیرید. اسم مستعارشو تیتاب. اسم مستعارشو من خودش تیتاب گذاشته. حالا آره براش یه دونه اسم انتخاب کردم. حالا اینو انتخاب کردم. فردا شاید عوضش کنم. فردا شاید حالا از اسم تیتاب به چیز دیگه تبدیل کنه. حالا من نمیدونم. حالا آره ولی فردا با اسم فعلیش تیتاب فیلم ها رو میرسونیم به دستتون. با تیتاب فیلم ها رو میرسونیم به دستتون و دیگه با اون اکانت هم میام اصلا بریم اصلا گل. بعدش یه ویدیو کالاف داریم با تیتاب گلا.
به 4000 تا برسیم ویدیو رو قطع میکنم، فردا براتون میذارم. فردا با اون اکانت جدیدم میام و دیگه بریم اشغال با تیتا. حالا فعلا برسیم به 4000 تا. من که دارم همیشه بازی همیشه میکنم حالا بله چند بارم بردم. بله چند بارم برده. الان لول چندی شما؟ 13. ولی لول 13 ولی خیلی بقیه رو بد میزنه. لول 13 تو بازی هم که اسمش کلا شاید فردا اسمش رو عوض کنه. حالا بریمش باحال. اسم منم که تو کالاف آیدیم تو کالاف پفکه. آره پفک. من چی بودم؟ تو برای چیه؟ واسه منم پفکه. در تو نه ولی تو تیتا میکنه آیدیم. نه خدایی ولی تو تیتام تو کالاف اسم کالافشو الان بهش میگم. اسم کالافیشو بهش میگن تیتا. نه پفکم. پفعلی. ببین اینو به یاد داشته باشید خب که آخر اسم من میخوام بگم ولی خب یه داره. اینو به یاد داشته باشید که بعدا رسیدم کنم 300,000 تا اسممو بهتون بگم. کانال رو دنبال کنید، زنگوله رو فعال کنید تا از ویدیوهای بعدی من خیلی سریع بله دنبال کنید، زنگوله رو فعال کنید تا از ویدیوهای بعدی من با تیتا خبردار بشید دیگه. ما میخوایم اسممون رو عوض کنیم. حالا اگه بشه، حالا من فعلی اسمم شکارچی ماهه. حالا واسه منو باید خوب بکنیم. من تیتا بسیم باشه برای خودم که تو کالاف میخوام بذارم شکارچی ماه به جای پفک. واسه منم انتخاب میکنم تو کالافم بذارم. شایدم فکر کنم تیتا بعدا یه اکانت بزنه برای خودش. حالا من نمیدونم، شاید بزنه. من خدا قضاوت میکنه. من میخوام اکانت بزنم. اکانت چی؟ اکانت چی بهش میگن؟ اکانت یوتیوب. نه حالا فعلا کم استریم. آره اگه مامان ایشون رو یه جوری راضی میکنیم بذاره ایشون اکانت بزنه. خب یواشکی بزن. من با ویدیو میکنم. ویدیو رو میگیره فکر کنم به سال من برسی فکر کنم باید بزنه دیگه. منم زدم دیگه. به بچه ها برده موتورشو تو کالاف انداخته بالای سخت. گریه کن برو. فای چطور گرفتی شم نقص اومده تو بازی. برو توفایی پیدا کن. خب پیشرفت کردیم بچه. به 4000 تا برسیم ویدیو قطع میشه. با عددی که من بهتون بگم 49 بوده. من زدم اونو 5 بار کشتم. خب آره اون یاروه. خیلی خب بچه ها بازیمون هم رسید به 4000 تا. من ویدیو رو قطع میکنم و فردا براتون یک ویدیو جدید با اون اکانتی که کلی تعریفشو میکنم میذارم. لوح سیاه هم گرفتم توی این بازی و آره بریم عشق میکنم. چاقو میزنیم. خیلی خب فردا کانالمو دنبال کنید، زنگوله رو فعال کنید، لایک کنید، کامنت بذارید تا از ویدیوهای بعدی من سریع با خبر بشید و با تیتا هم میخوایم بریم کانال. بله. خدا حافظ.
گود بای.